أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر تمام نعمت‌های بیشمارش و به خاطر نعمت تندرستی و تن سالم داشتن و توفیق بندگی و عبادت. یکی از نعمت‌های بسیار بزرگ الله سبحانه و تعالی این است که یعنی برای ما و شما تن سالم عطا کرد که ما به سبب این تن جسم زندگی میکنیم و همه کارا ما اجرا میکنیم. برادران و تماشا کنان گرامی، این تنی که ما و شما داریم این امانت است در نزد ما و شما از طرف الله سبحانه و تعالی برای ما و شما داده شده است. یعنی باید ما و شما این تن و جسمی که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما عطا کرده است باید بسیار خوب نگهداری کنیم، مراقبت بکنیم از این تن. این تن تنها یک چیزی نیست که ما با اون زندگی میکنیم، بلکه به سبب این تن، این جسم، ما و شما الله سبحانه و تعالی را عبادت میکنیم. در جهان امروز بسیار عادت‌های هستند که این سلامتی را، این جسم زیان ضرر میارند. یعنی به عقلی و به اهمیتی انسان این سبب میشود تا انسان جسمش از زیان ضرر برساند. یعنی اون چیزهای و عادتهایی که امروزه بسیار شایع هستند در مابین مردم و دست کم میگیرند، اهمیت هم نمیدهند، در حالی که این کارها این خیلی مضر و ضرر آور هستند که در دین مبین اسلام اینا حرام و ممنوع هستند. این چیزهای شایع شده یکی سیگارت هست، یکی نوس هستند. سیگارت و نوس که من شب وقت مطالعه میکردم، میخوندم در نوست اونجا منتشر بود، نیستگی اعلان کرده بود که 1 میلیارد 25 میلیون انسان در کره زمین نوس میکشند، سیگارت میکشند. نوس همین در تحت همین سیگارت داخل می شود، وارد می شود. نعوذ بالله. یعنی انسان اهمیت نمیتین، اما آهسته آهسته به دست پای خودشون هلاک میکنن. خب ما میریم طرف تاریخچه نوس کدام زمان از کجا پیدا شد. اینجا عالما درباره اصلا حکمش فتواهای دارند، فتواهای گوناگونی دارند. علمای اسلام 3 تقسیم شدگی‌اند. و ما نظریه صاحب کتاب حکم الدین فی عادت تدخین نظریه‌اش میاره، میفرمایند که یعنی مأخوذ من لف تباغو، یعنی نوس و سیگارت از تباکه گرفته شده است.
از همون علف رستنی، یعنی که نباتات از همون تباغو گرفته شده است که در اصل این پیدایش صحبت میکنه که این در عصر 10 هجری و اول 11 هجری پیدا شد. اما این اول در میفرماد و هو اسم جزیره فی تالیج، یعنی مأخوذ من لفظ تباغو، یعنی طبقه از لفظ تباغو گرفته شده است که اون در و هو اسم جزیره و این تباغو یک اسم نام یک جزیره است که حاضر الان اگر نگاه کنیم در کاریتای امروزه در خریطه نگاه میکنیم به نام تباغو است. یعنی این جزیره، این استرف در پنما است. اول در همونجا پیدا شد این تباغو. پیدایشش تقریبا 400 چند سال شد. یعنی در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحاب پیغمبر خدا و 4 مذهب علمای اهل سلف این نبود، این بعدا پیدا شد که بعد از اونجا من متن نمیخونم، مفهومش میگم که بعد از اونجا انتقال شد به طرف اسپانیا. از پنما به اسپانیا انتقال شد، بردن این تباکو را. از اونجا شروع شد، بعد این منتشر شد. بعد از اون به طرفای دولت‌ها و کشورهای اسلامی برده شد به طرف عراق، به طرف شام، سوریه. از اونجا این تباکو را یعنی که هر نمود عوضش کردن، کلیان درست کردن، سیگار درست کردن و در اون زمان ناپیدا بود. یعنی کلیان به هر نمود شکل به شکل شیشگی که شیشش می نامیدن به عربی و به شکل آهنی، کوزوی آهنی که انا امروزه با یعنی که سوریمن چیو کلیانا برآمدگی هستن، اینا از همون دور برآمدن که نامگذاریشون به نام شیشه و به نام نارنجیل نامگذاری شد. از اونجا شروع شد با کشورهای مسلمانی پهن شد. از اونجا سیگار و بعد آیسته آیسته بعد تدریج نوس درست کردن پیدا شد. اصلا درباره نوس و سیگارت تباکو چخیلی گفتیم علما 3 نظر دارن. بعضی علما فتوا دادن که این حرام است، بعضیاش این مکروه میدونن، بعضیاش مباح میدونن. من اون فتوا رو جمع آوردی کردم، همش نمیخونم، اما گروهی که فتوا دادن که این حرام است، تباکو یعنی نوس و سیگارت کشیدن حرام هستند، فتوا برای شما میگم ان شاء الله. النقل عن تحریم ذهب الى قول بتحریم شرب الدخان من الحنفیه، یعنی که بعد از علمای حنفی مذهب حنفی، یعنی که علمای خودمان شیخ شرنبلالی المصری و صاحب بدر المختار و استظهر ابن عابدین که فتوای مشهوری حنفی خودمان هستند، انه مکروه تحریما، یعنی که ویا مکروه تحریمی، یعنی نزدیک به حرامش فتوا دادگی هستند. و عند الشيخ عبد الرحمن عمادی و قال تحریم من المالکیه، اینا کسانی بودن که علمای حنفی ها فتوا دادن که محرم، یعنی که نوس کشیدن، سیگارت کشیدن این مکروه تحریمی، یعنی که حرام است، نزدیک به حرام است. و اما از علمای مالکی مذهب و قال بتحریم من المالکیه سالم الشبنویی و ابراهیم اللقانی و محمد بن عبدالکریم الکونی و خالد بن احمد الی آخره. یعنی اینا علمای مالکی هستند که اینا فتوا میده که سیگار و نوس حرام است کشیدنشون. و من الشافعیه نجم الدین و محمد بن عبدالکریم الی آخره. چند کس من اینجا قید کردم. علمای شافعی مذهب هم اینا کسانی هستند که فتوا دادن کشیدن نوس سیگار حرام است. و من الحنبلی الشیخ احمد البهوتی و بعض العلماء المتأخرین. اینها
نظریه علمای بودن که نوز کشیدن، سیگارت کشیدن مکروه تحریم، یعنی که حرام دادن. با همین خیل وقت زیاد میگیره فتوا علما هستن که فتوا دادن که کشیدنشون مکروه است، بعضیش مباح. اینها بر اساس همون سه چیز فتوا دادن، یعنی که اگر هر چیزی که حرام کند، این هر چیزی که مست کنن انسان، اینا حرام فتوا میدن. اگر مست نکنن مباح، اگر بوی بد و بکنن یعنی اینا مکروه مشموریدن. اما اینا فراموش نکنیم که این علما اون زمانی که فتوا دادن که یعنی ضرر زیان سیگار و نوس اینقدر معلوم مشهور نبود، چون که وقتی اون فتوا میدادن اونقدر منتشر نبود در دولت‌های کشوری اسلامی ها. در یوروپ، در اسپانیا، در این طرفا منتشر بود سیگار، اونجا نرفته بود. این امروزه چه خیلی که معلوم هست، یعنی که ضرر زیان سیگارت و نوس باید اونها نمیدونستن، تصور نمیداشتن. اگر میداشتن معلومات کافی که امروز ما داریم، حتما هم اتفاق مرد حرام بودنش میکردن. چه خیلی که گفتن در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نوس سیگارت نبود، در زمان اصحاب پیغمبر خدا نبود، در زمان چهار مذهب علمای برجسته اسلام نبودن اینها. اگر رفته و در کشورهای مسلمان همین خیلی پهن میشین، من همش اتفاق نظر بر حرام داشتنش میکردن. مینیموم حرام مکروه تحریمی، که مکروه تحریمی نزدیک به حرام است. اما امین ضرر زیان طبقات از 1828 میلادی کشف شدگی است. این دکه از علمای آلمانی کشف کردن. در یکی به نام بوسلیت و دیگری به نام ریمند کشف. اولین کسانی که ضرر زیان تباکو را کشف کردن و منتشر کردن در عالم همین ها بودن، آلمانی ها بودن. که یکی از همین ها جان نیکوت اولین کس همین آورد به اسپانیا، اونجا منتشر کرد. وقتی که این برگ های زیبای خوشرو داشت کشت، از اونجا دیگه مردم دیدن که عالم مشهور، یعنی که پرورش بکنه این نبات، از اونجا دیگه منتشر شد در همه اروپا. بنابراین همین نام نیکوتین گذاشتن به این تماکو. نامگذاری به نام همین عالم شد، نیکوتین. بعد آهسته آهسته همین عالما منتشر کردن از ضرر زیانی همین تباکو را. از جمله زهرناک بودن همین تباکو یکی نیکوتین است، یکی کاترون، بلوکین، بنزابیرین، زرنیخ و دیگر زهرهایی که یعنی که همین تماکو در بر داره. همه اینو خیمیکات و ضرر زیان بر جسم انسان میزنند. و هر کس که استفاده کند از همین تباکو، نوس، سیگارت فرق نداره، یعنی که بیماری‌هایی که از این نتیجه کشش نوس سیگارت پیدا می شود، بعضی از بیماری‌های معده هستند و همین خیلی کسری‌ها در دهان، در زبان، در دندون، در لب‌ها به سبب نوس کشیدن، بسیار کشیدن نوس و سیگارت. نتیجه نوس سیگارت کسل معده، کسل شیش، کسل عصب، کسل پیدایش بیماری در رگ‌ها و کسل پیدایش در راه پیشاب برآمدن. و همین خیلی انسان زمانی که مول سیگارت و نوس میکشه، تأثیر بدش در فرزندش وقتی که نزدیک به همسرش میشوه، یعنی همین زهر نوس و سیگارت بر همون فرزندش میرسه، تأثیر میکنه. اینجا من از مجلدها از کتاب‌های چندین علمای مشهور جمع آوری کردم، متن‌هاش نمیخونیم، اما همین ها تأیید میکنن که نوس سیگارت بسیار ضرر زیان بسیار دارد. برای نابود کردن یک انسان
дар чанд сония 50 миллиграмм никотин кофия ки инсон аз байн бибара. ҳар як дона сигарете ки мо мекашем 5 миллиграмм дорад. агар инсон як бора 50 миллиграмм бихӯрад никотин дар ҷош мемира, ҳалок мешавад. аммо сигарет аҳамият наметиҳад. ҳар як дона сигарет 5 миллиграмм дорад. оҳиста инсон ҳалок мекунад. ва ман ҳамин хел шабакаҳое ки ҷаҳонӣ ҳастанд, World Health Organization اعلان میکند ایمار مردن در روی جهان در سال 6 میلیون انسان از روی سیگارت میمرده. همین خیلی دیگر شبکه‌های جهانی هستند که نگاه کردم شب مطالعه کردم برای همین حیرون. سرطان یعنی که 70% انسانی که کسل سرطان میشه از روی سیگارت، از روی نوش هستند که چندین هزار انسان از روی سرطان در سالش میمره. خود همین از نوش از سیگارت اینجا اصلا سیگارت میاد اما نوش هم داخل میشود که 6 میلیون انسان در سالش از روی سیگارت میمرده. انسان ها دست کم میگیرن. عجیب اینجایی که همین تباکو را همین علف ها یعنی که حیوان نمیخورش. میدونین انسان ها سبحان و اهمیت نمیتین سیگارت در لبش پوف کردن با افتخار میکنن. یکی این حرام گناه میگیره، خودش یکی که رکلام ماش میپاش میکنه، دیم گناهش پول میتیخشه زلال. سبحان الله همیرا یعنی خر نمینخوره. خره که عقل نداره، احساس نداره، وقتی سرش خم علف میخوره که تباکو میکنه نمیخورش. خر نمیخورش. انسان پوف کایس است پیش مردم بگیده سیگارت بکشه. سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله. یعنی چقدر انسانان در این زمان یعنی تا کجا رفتن. خر همون خریش میفهمه این چیه نمیخورش. انسان یعنی که ببین انسان درجه انسان چقدر پس میشوه. زمان راه عقل، راه انصاف، راه اصلا دین خدا رو نگیری واقعا انسان از همه پستر میشوه. ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خداوند انسان در بهترین صورت شکل خلق کرد، زیباترین خلق کرد، عقل داد، شعور داد، درک داد تا درک کنه. اما از این عقل خدا دادگی اگر انسان استفاده نکنه از حیوان خر پستر میشوه. ای ضررهای دارن. سبحان الله اینترنت نگاه کنید یک حادثه ای. خلاصه وقتی همین تا حتی امروز ببین وقتی که میگیری سیگارت در برای سیگارت داشته که کورنی او بیوه صورت شیش همه است که سب سیاه سوختگی از بین برد. سبحان الله. ولی این مشکلی هستن که یعنی که از لحاظ سلامتی انسان سلامتیش از بین میبره. چقدر مواد خیمیکا داره در اون. سبحان الله. چقدر بیماری ها، چقدر دل، رگ، شش، سرطان معده و خودکشی. اصلا آهسته آدم انسان خودش میکشه. در همون شبکه جهانی وقتی خودم 100 چند هزار آدم در سال آینه‌اش از دودی که یعنی دیم دست میمرده. یعنی هم انسان خودش سیگار میکشه، خودش زلال میرسه، هم همسایه‌اش هم انسانی برشه شریکشه کنارش هست در دودی همونی یعنی که دیگه اطرافیانش زلال میرسه. 100 چند هزار در سالش در میمرده روی دودی دست دوم. سبحان الله. خودتون در روی اینترنت نگاه کنین همه بنابرای است در سالش چقدر انسان میمره. در سیم طبقه سیگار مرید است. آدم از دست سیگار میمرده. ولی بغیر اینکه اقل این ضررهای است که انسان با خودش ولی ضررهای اجتماعی ضررهای اسلامی نگاه کنی اگر اسلام این معنی حرام بودنش با دیگر چیز است. معنی این خودش حرام است کشیدنش. اسراف. سبحان الله. یک پاچکه سیگارت در اینجا
ай 15 تا 20 доллар не инсон миёнаш дар 2 сутка як пачка мекашад. агар ай 20 доллари ҳисобш кунӣ, агар рӯзаш 10 доллар фақат дар сигарет метиҳад, мош дар 300 доллар мешавад. субҳаналлоҳ. бисёр аз кишвари мо ҳастанд дар мош 100 доллар намеёванд. бечора камбағало чӣ қадар камбағал ҳастанд, нуни хӯрдан надоранд. мо дар мош 300 доллар. субҳаналлоҳ. вале миёнара гуфтаистем мо омори мо дар мош 300 доллар дар сигор мезанад. субҳаналлоҳ. пул метиҳад, хичат зарар метиҳад, зиён метиҳад, беморӣ мехара, саломатиша аз даст метиҳад. солаш ҳисоб кун 3000 доллар 3600 доллар мешавад. аз миёна бигирем. носш ҳамин хел як халтачаш 7 доллар аст. субҳаналлоҳ. не килош 80 доллар аст. ҳисобш кар чӣ қадар залал. субҳаналлоҳ. ҳоли фақат аз сигарет нос гуфтаистем шумо. ҳола бобо бибин инсонои касоне ки меносанд сигарет мекашанд, нос ёки нос мекашанд, чӣ қадар субҳаналлоҳ сифатҳои баде доранд. қатиш гап мезанад даҳанш бу менасад. нашаш гап задаст ака ё фалон кас даҳан бу мешавад, хафа мешавад, маҷбури ки хаб кунӣ, сабр кунӣ. субҳаналлоҳ. барои чӣ пайғамбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар масҷид омадан касоне ки мегӯяд пиёз мехӯранд ёки сирка ёки тиснок мехӯранд, маън кард наёед мага масҷид. пиёз чӣ қадар бу мекунад. субҳаналлоҳ. аслан мешавад муқоисааш кунӣ бо касе ки нос мекашад, нос мезанад. субҳаналлоҳ. пиёз ва нос муқоиса карда намешавад, яъне ки нос чӣ қадар бадбу аст. субҳаналлоҳ. аллоҳ наҷот вақте ки туфш мекунад. субҳаналлоҳ. ғайри муслимон бинад, дилиш мешӯрад, мегӯяд чӣ хеле инсон мегӯяд чӣ каждоист аст. вале мо фурсати исломӣ муслимонӣ нагуфтаистем, мо ғайри исломӣ нагуфтаистем. мо ла ҳавла ва ла қуввата илля биллаҳ. пашти тақрибан ҳамаи носи сигарет чианд? талбандаанд. ака нос надорӣ? ака сигарет надорӣ? ҷани ла ҳавла ва ла қуввата. нигоҳ намерад ки майдаам бошад, калон сол сини солаш калон рафтаге нигоҳ намерад ки субҳаналлоҳ и талбандагӣ хуб неста. ай худи чанд сол майдаи? битая носа бизанем. субҳаналлоҳ. охоб аз натиҷаи чӣ? натиҷаи нос сигарет чӣ қадар? инсон аз вақте сигарет нос мекашад, вобаста ба ҳамон нос сигарет мешавад. чӣ қадар залал зиёд дар ҳаётш мекунад. дар оиладориш бибин. нос намеёд, дига намеяд чӣ кор кунам. раго танг, шумо сирх, қасда айки бигирам. субҳаналлоҳ. зана фарзанда баъд биза бикӯ. ба сари иша дод мезанам, ба сари кӯдак рӯи нос. ла ҳавла ва ла қуввата илля биллаҳ. ё аз рӯи нос чӣ қадар мо медонем ки бародарои мо ай рӯи нос ла ҳавла ва ла қуввата илля биллаҳ рӯза нагирифтанд, рӯзаро хӯрдан. аъузу биллаҳ. аслан як фаҳмид ақл намефаҳмад. рӯи нос ла ҳавла ва ла қуввата илля биллаҳ. фаризаи илоҳии рамазона бихӯрӣ. чӣ қадар аст магар? зарар зиёд нос барои мо шумо бисёр маълум аст ки дар кишварҳои мо бисёр истифода мекунанд, истеъмолш мекунанд. субҳаналлоҳ. олекин инҷа масҷида баъзе камера баъзе чизоро гуфтанаш қиён. яке шинос доштам, нос падараш нос мекард, нос мефурӯхт. мардам бисёр клиент доштанд. чуайта носаш гандай, машҳурай, зурай, дохилаш ҳар чиз. субҳаналлоҳ. ҳар чизи гуфтанаш қиён барои ман инҷа. чизое яъне ки чизои ифлос, чизои баде ки инсон хуш мекарданд. ё инсон шаб барои таҳаҷҷуд намехезад, не барои наҷоти худаш. субҳаналлоҳ. аммо барои нос мехезад. чишмош сохта мехезад. сабсаби аввал дар ҷои бисмиллоҳ бигӯяд, нос кофта истааст. ё ки чӣ қадар ай рӯи нос хонавайрон шуда, не хонаро занош талоқ доданд. баъд сара мехабад, гирья менад зор зор. 5 минут пеш субҳаналлоҳ мегӯяд аинда одами зур нест, ҳарак хараб қаҳрамоне ки 5 минут мегзарад, баъд ҳош дар сараш мезанад, зор зор гирья менад. субҳаналлоҳ. намешуда аввал фикр кунӣ, ақла кор фарӣ. нахуд зур ба нос нарасад. сигарет нос ҳамаш яъне зарар зиёни бисёр доранд. хоб пайғамбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳадиси доранд, мефармоянд ки наҳа расулуллоҳи саллаллоҳу алайҳи ва саллам ан кулли мускирин ва муфаттирин. раваҳу умми салама уммул муъминин. модарамон умми салама разияллоҳу анҳа ин ҳадис риёят мекунад. ҳадиси саҳиҳ аст ки пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам наҳй карданд, маън карданд
از چی؟ از تمام چیزهایی که انسان مست میکند و از تمام چیزهایی که بدن انسان سست و ضعیف میکنند. سیگار نوش هم ضرر است، مینیم ضعیف میکنند. یعنی این دلیل است که برای ممنوع بودن و حرام بودن سیگار، چون که بسیار انسان ها نوزکش هستند، سیگارت کش هستند، حرکت بکنند که مقصد که برای خودش نعوذ بالله انا فتوا بیایند، در حالی که همون خودش کشیدنش یک گناه است. با دیگر رو تشویق کردن یا که حرکت کردن و یا درست کردن، این خیلی گناه سنگین است. هر چیزی که بر جسم اسلام بر جسم مسلمان انسان ضرر میکنه یا که ضعیفش میکنه، شریعت الله سبحانه و تعالی او را حرام و ممنوع کردگیان. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه بقره میفرماید که ولا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تلقوا انفسکم ولا تلقوا بایدیکم ولا تلقوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. این سوره مبارکه انا نساء هست. در سوره مبارکه بقره هم میفرماید ولا تلقوا انفسکم، شما خودتون با دست پای خودتون نکشین، ضرر زیان نرسونین. اینجا فتوا میتن تمام چیزی که ضرر زیان میرسوند بنابر همین آیت قرآن، یعنی که همون چیز حرام است برای انسان. و همین خیلی در سوره مبارکه نساء فرمود که ولا تلقوا انفسکم، شما خودتون رو با دست خودتون نکشید، چون که الله سبحانه و تعالی ان الله کان بكم رحیما، خداوند شما رو دوست می‌داره. الله خالق ما شما است، ما شما رو دوست می‌داره، ما شما رو منع میکنه از ضرر زیان رسوندن. پس هر چیزی که ضرر زیان میرسوند برای انسان انا حرام است. در مقابلش الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه مائده آیت 4 برای حبیبش رسول الله صلی الله علیه و سلم این خیلی خطاب میکنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یسالونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات. یعنی ای حبیب من، ای پیغمبر من، از تو پرسان میکنن بندگان من که چه چیز برای اونها حلال است. قل احل لكم الطیبات، بگو که برای شما طیبات، پاکیزه، حلال برای شما، چیزای خوب پاکیزه حلال کردن برای شما را. یعنی نوش سیگارت حتما از چیزای پاکیزه نیست. این اکثر کشورها منع میکنن، چی در آسیا تی در اینجا ممنوع کشیدنش، تو حتی انا جریمه هم میکنن. در روسیه من دیده بودم کسانی که سیگارت کشیدن جریمهش کردن، نمیتونن مقصد همه یک بار بکنن، اما با تدریج یعنی که این ضرر زیان این نوش سیگارت هم غیر مسلمان هم میدونه. یعنی برای غیر مسلمان مشخص معین است، جای پنهان نیست، این چیز افلاس است، پلید است که نه فقط مسلمان بلکه غیر مسلمان هم میدونه که این پلید است. بنابر همین الله سبحانه و تعالی برای بندگانش چیزهای خوب، چیزهای نغز از تمام چیزهای این دنیا حلال کرده است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حدیث میفرماید که و من تحس سما فقتل نفسه فسماه في يده يتحاسه في النار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. یعنی در این نوش و سیگارت زهر کشنده وجود دارد و این زهر هر چی قدر باشد، هر چی اندازه باشد، یک قطره‌اش هم باشد و در اسلام ممنوع و حرام است. درباره همین زهر و کشتن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حدیث دارن که میفرمایند، حدیث است که هر کس اگر زهر بخورد، خودش بکشد، هلاک کند، نابود کند، و در دوزخ جاویدان و ابدی میماند. یعنی اگر هر کس این جاویدان و ابدی گفت، هر کس فکر کنه که خودکشی این جایز است، ممکن است، این دیگر از دایره اسلام خارج میشه و ابدالابد در جهنم میسوزه. و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من قتل نفسه بشیء
عذب به فی نار جهنم. همین خیلی دیگر حدیث نه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من قتل نفسه بشیء، هر کس اگر نفس خود را بکشد هلاک کند به هر واسطه هر چیزی که باشد، چه نوست، چه سیگارت، چه کورچه، چه زهر، چه مثلا هر چیزی که اگر که انسان به واسطه همون چیز خودش بکشد هلاک کند، عذب به فی نار جهنم، در همون چیز یعنی با سببی که یعنی با سبب کورچه که آتش دادن هر چیزی که خودش انسان بکشه دور کشیدن باشد در جهنم به همون چیز خودش کشتن یعنی که عذاب دادن میگیرد. عذب به فی نار جهنم، به همون چیز همه انسان در آتش جهنم عذاب میتیند. چی بعضا هر که زهر بکشه یعنی در جهنم همون زهر دادنش میگیرند مکرر تکرار کرده، یا اگر با کورچه بکشه خودش در جهنم با کورچه همون کورچه خطی عذاب دادنش به هر وسیله که باشه در جهنم یعنی به همون چیز اون شخص عذاب داده می شود. یا حدیث صحیح دیگر در صحیح مسلم اومدگی یک میفرماد قال من اکل بشیء عذب به فی الاخره، یا که هر چیز که بخورد و خودش هلاک کند از این طرفی که خوردن و خودش نابود کنه بکشه و همون چیز در روز در قیامت در جهنم عذاب داده می شود. و دیگر حدیث و دلالت میکنه بر ممنوعیت و حرام بودن این چیز یعنی سیگار و ناس که ممنوع هستند. این حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا ضرار، یعنی معنی کردن پیغمبر خدا علیه السلام که انسان نباید خودش ضرر برسوند و نه دیگران را ضرر بتید، نه انسان خودش ضرر بتید و نه دیگران. این حرام است، ممنوع است، ضرر دادن خودش و ضرر دادن دیگران. هر انسانی که سیگارت و نوس مصرف میکنه این بر خودش ضرر میرساند. طبق همین حدیث ممنوع است و طبق همین حدیث علما فتوا میدن هر کس که نوس و سیگارت میفروشه همین حرام است. چرا؟ چون که پیغمبر خدا علیه السلام منع کردن از چی؟ از اینکه دیگران را ضرر برسونی، زیان برسونی. یعنی وقتی که انسان سیگارت میفروشه یا نوس میفروشه برای خودش فایده میرسونه، درسته پول جمع میکنه، دلار جمع کیسهش پر میکنه، اما چی؟ دیگران را ضرر میرسونه، زیان میتیه دیگران را. بنابراین این حرام ممنوع است. من بعضی از فتواهای خودمون اینجا یادداشت کردم تا نوسی‌ها و سیگارت کشا بدونن که مثلا ما هم میخوایم پیش خودمون گفتیم میخوام. و قال الشرنبلالي انه يمنع من بيع الدخان. قال ابن عابدین حسر والمقنعنها، یعنی که این ابن عابدین و شرنبلالی این حنفی است، حنفی مذهب هستند، عالم مشهور هستند که اینا میگن که چی؟ یمنع من بیع الدخان، حرام است، منع است، ممنوع است بر فروختن دخان، همون سیگارت و کلیان هر چی که دودی که درون میروند و انسان ضرر میکنن ممنوع است. سیگارت و نوس هر دینش یک هستند. و همین خیل فذهب الحنفية قول بمنع بيع الدخان وما في حكمه مثل مزروع بدمشق وكذا في بيع المحرمة ونهى عنه. يعني كيف فتوى ما این را رد میکنن، یکی فتوی و حاشیه رد المختار و همین خیل دور المختار این فروختن و خرید نوس سیگارت ممنوع و حرام فتوا دادگی‌اند. همین خیل در آخر یک از طرف دیگر که منع است نوس سیگارت کشیدن، این امری بغیر امر الله و رسول و دین هم امری چی است؟ امیر هم هست، امیر مسلمانان فقط یکی از امیرهای مسلمان دولت عثمانی خلیفه عثمانی بنابر فتوای عصری خودشون همون علمای زمان خودشون سیگارت کشیدن و فروختن حرام کرده بودند. و ما میدونیم که اطاعت از امیری یعنی که مسلمان متقی خدا ترس در امری که الله و رسول اون را امر کردهش است
باید ما از امیرمون از پیشوامون اطاعت بکنیم. از این طرف هم یعنی در خلافه عثمانی سیگارت کشیدن و نوز کشیدن اینا همش ممنوع و حرام هستند که کشیدنشون ضرر زیان میرسونند. و اون شعر اصلی میفرمایند که هر کی نوسیه بنده اسرافیه، نه هر کی نوسیه بنده اسراف میکند، چون که الله سبحانه و تعالی حرام کرده. در اصل اگر نگاه کنی هر نوسی و هر سیگارت کش اصلا امکان نداره یا دلیل نداره که همین نوع سیگارت از اسراف اخراج کنه، بیرون کنه، پرت بکنه. اسراف میدونن چی؟ اسراف هر چیزی است که انسان استفادهش میبره در محلش، اما از مقدار نیازش مولتر استفاده میکنه، انا که میپرتوه. مثلا خوردن نوشیدن از حد نیاز زیاد میخری میپرتوی، موسو میپرتوی، اینا هم است، اینا اسراف. اما بعضی چیزی است که در جای انسان همون چیز مصرف میکنه که در کاری نیست، لازم نیست. نوش سیگارت، نوش اصلا در بازار میدوره، یعنی چیزی که اسراف بالاتر است، چیز نودرکاری است که الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه اسراف معنی میکنه ولا تبذروا تبذیرا، شما بازار تبذیر نکنید، یعنی اسراف کاری نکنید. نوش و سیگارت اسراف کاری است. هر کی نوسیه بنده اسرافیه. یا یک شعر است میگه هر کی نوسک میزنه در گور حراسک میزنه. یعنی همه اینا این خیلی الکی نیستن، به معنی گفتگیش نیستن. خب در آخر الله سبحانه و تعالی درخواست میکنه همه ما شما در راه راست هدایت کند و اون برادرانی که دوستانی که نوش سیگارت میکشند خداوند کمک نصرت کنند، قوت تیان از این کار دست بکشند و همه ما را از کارهای محرمات دست بکشند، توفیق به سوی اعمال صالح و تندرستی عطا بکند و تمام جمله مثل مشکلاتش در هر گوشه و کنار باشن، خداوند مشکلاتش آسان کند و همه مسلمانان را از تفریقه نگهداری کنه و اتحاد متحد یک پرچمی بگیرد. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.